тамошобинони азиз ба ҳамаи шумо шом бахайр мегӯем. чун ҳар вақта барномаи шабоҳанг аст аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо ва фикр мекунам ки ин шабу рӯз махсусан бо тамошои футбол ва ҷоми осиё 2026 тобистони худро сипарӣ намуда истодаед. ва мусриф чун ҳар вақта дар ин вақту соат меҳмони кошонаҳои шумо аст. барномаи шабоҳанг бо ҳузури ҳунарманди маҳбубу шинохта, ҳунарманди шоистаи тоҷикистон Шӯҳрат Сайнаков. خوش آمدید به برنامه شباهنگ. خوش باشید، سلامت باشید. چون صحبت رو اطراف فوتبال آغاز کردیم باید قید کرد که فوتبال در فعالیت ایجادی شما نیز یک نقش کلیدی رو بازیده است. خیلی خوب قید کردید. هنگام خردسالی من فوتبال رو بسیار دوست می داشتم و حالم دوست می دارم و همسایه من از کجای اکاردیون پیدا کرد و من توپ داشتم، من با توپ بازی کردم و دیدم که با اکاردیون جغ میکند و من دیدم سوخت و گفتم بیا وای کنیم، علیشک کنیم، ایواز کنیم، یعنی بیا من توپ رو به شما دیم، شما اکاردیون رو به من دیم. اولو دیدم من با توپم سوخت لیکن با اکاردیون بسیار تر و کاری کردیم که اکاردیون رو گرفتم و در پنهانی آسته نواختم و روز شد که یاد گرفتم و دیگر کسبم رو ایواز کردم، یعنی کسبم رو باز جدی قبلیدم که من این صنعت رو بسیار دوست می‌دارم و هنرمندان بزرگ رو تماشا می‌کردم، گوش می‌کردم با واسطه رادیو، خیلی در دلم نقش بست و همین گونه راه انتخاب کردم. شما خودتون با آموزش مشغول بودید؟ استاد بود؟ در اول من خودم وای کردم، یعنی که میگن که ذهن، در روسی میگن سلوخ. در هنرمند همین چیز بسیار ضرور است. وقتی که کسی که ذهن داشته باشد، ذهن بقات باشد، بسیار خوب میشه، چون که شنوایی خوب فرمایش میدهد و دست اجرا میکند و همین گونه کار شد که یعنی که من استاد یاد گرفتم. بعدا وقتی که در مکتب کورژوکوی خود فعالیت بدن، استادم غایب نظام دولتشویف ما رو سخت گیر، بسیار ما رو سخت میگرفتن، برای ما کم خطا می نواختیم، چون که ما نو شروع کردیم و جنگ ما میکردم و ما قبول داشتیم. گفت حالا شما می روید شهر، بعد اونجا با درجه عالی نوازنده هستین که شما باید از نواختن خودتون نظام میکشید. در حقیقت همین گونه بود. وقتی که اومدیم به شهر، دیگران می نوازند با درجه عالی مال سوس و بعد اینجا فقط ناموس استفاده میبری، حرکت میکنی که یعنی که من باید مثل دیگران و از دیگران فرق باشم، بعد ناموس رو روی کار میاری. یعنی که استاد شما ناموس رو در شما بیدار ساخت. بله. اما اکاردیون کجا شد؟ بعد از او یک همسنف من اونم بسیار میخواست که اکاردیون مینوازد، بعد ما با او دادم. در اون زمان اکنون بیاد پنهان نکنیم، در اون زمان 5 سوم پول کلام بود. بعد گفت من با تو 5 سوم میدم. تقریبا سالهای چند بود؟ خیلی زمان شوروی 5 سوم پول کلام بود در اون زمان. بعد گفت بیا 5 سوم من با شما بدم، شما اکاردیون رو به من بدید. من روزی شدم، چون که من علاقه یاد گرفتم. بعد وقتی که ما در مکتب در کورژوک خودفعالیتی اجرا کردیم، اونجا اکاردیون و کلام بودن. دلم پر است که هر روز مکتب میریم مینوازیم. بله. دیگه بعد او همسنف من خیلی مشهور شدند، خیلی اکاردیون نوازی بهترین شدند. همین گونه دیگه در مکتب وقتی که کورژوک خودفعالیت بود، ما 2 تا اکاردیون مینواختیم در همون انسامبل گروه ده، یعنی هر دو ما مینوازیم. اینجا اکاردیون گفتیم، اما امروز شهرت بدون اکاردیون آمدند. من فکر میکنم که هنگام اجرای سرودها البته از اکاردیون استفاده خواهند بود. البته. بینندگان عزیز، بیایید در آغاز برنامه یک ترانه میشنویم در اجرای شهرت سیناکوف. سرود نام گرفته است سلام دوستان. با همه دوستان از برنامه شباهنگ سلام. سلام. به زیارتی تو آیم، به لبم سلام ای دوست، در خود کشاده رایم، به لبم سلام ای دوست، بنگر که یار نانی و زبانی رفت از من، بنگر که یار نانی و زبانی رفت از من، تو که جانی از برایم، بلبم سلام ای دوست، تو که جانی از برایم، بلبم سلام ای دوست.
چی شوم میتوان گفت علمی نبودنت رو با چی شوم میتوان گفت علمی نبودنت رو قلمی غزل سرایم قلبم سلام ای دوست قلمی غزل سرایم قلبم سلام ای دوست به زیارتی تو آیم قلبم سلام ای دوست در خود کشا درایم قلبم سلام ای دوست بنگر که یار نانی و زبانی رفت از من بنگر که یار نانی و زبانی رفت از من تو که جانی از برایم قلبم سلام ای دوست تو که جانی از برایم قلبم سلام ای دوست سری خانی مهربانی بدمی جان سختم سری خانی مهربانی بدمی جان سختم گرهی دلم کشویم قلمم سلام ای دوست گرهی دلم کشویم قلمم سلام ای دوست به زیارتی تو آیم قلبم سلام ای دوست در خود کشا درایم قلبم سلام ای دوست بنگر که یار نانی و زبانی رفت از من بنگر که یار نانی و زبانی رفت از من تو که جانی از برایم قلبم سلام ای دوست تو که جانی از برایم قلبم سلام ای دوست قلبم سلام ای دوست قلبم سلام ای دوست тамошобинони азиз фикр мекунем ки суруди мазкур дар иҷрои ҳунарманди шоистаи тоҷикистон шӯҳрат сайнаков бароятон писанд омад. ин лаҳза бошад суҳбати мо идома дорад. шумо боре фикр кардаед ки номи шумо ба ҳаётатон ба сарнавиштатон бетаъсир набудааст? البته هنگامی که پدر و مادر وقتی که به فرزند نام میگذارند و خیلی با امید میشوند که بگذار نامی را گذاریم که یعنی خوشبختی آورد به فیض باشد به برکت باشد همین گونه دعا میکنند و پدر و مادرم به من نام شهرت رو گذاشتند با آرزویی که بله با آرزویی که یعنی که آرزوها همه آرزوها عملی کردند و من حرکت کردم که نام من شهرت است لیکن حرکت میکنم که پدر و مادر من همیشه برای من شهرت برای خودشان بدانند که یعنی که نام را بیهوده نگذاشتیم. بله. و از زمان خردسالی در مکتب مکتبخوانی و در مکتب دانشجویی آهسته آهسته من حرکت کردم که در همه جا نمایان باشم یعنی نامم را سرزاور باشم و روزی شد که من در تلویزیون برآمد میکنم پدر و مادرم در بالاشون تماشا میکردند و چقدر اونا راستی گپ خرسند شدند روحیشون بلند شد یعنی که آرام شدند و من از این خیلی شاد هستم که یعنی که من حرکت کردم که سزاوار اینام شدم و پدر مادر را که ناامید نماندم. شما تقریبا 30 سال می شود که به ایجادیات مشغول هستید، در ساحه صنعت هستید. به اندیشه شما برای شهرت را به دست آوردن و آن را نگاه داشتن چی مهم است؟ زیرا طوری سالهایی که شما روی صحنه هستید همین محبوبیت را گم نکرده اید. من فکر میکنم در کجایی که هر یک شخص فرق نیست در کدام هنری باشد قدم گذارد باید نیک گذارد نیتش باید نیک باشد پاک باشد
و همیشه در فکر تماشابین باشد، همیشه در فکر شنونده باشد، چون که اونها بها میتین. من حرکت میکنم که هنرمند، یعنی که تماشابینان خودم را، مخلصان خودم را باید ناراحت نکنم، کاری کنم که همیشه اونا خرسند باشند. بسیار آدم‌ها با من دل بستند، یعنی که وقتی که من سرود میسرایم اونا روزگارشون را بسیار خوش میبرند، میگن که شب تماشا کردیم و دیروز تماشا کردیم و سرود را گوش کردیم، بسیار راحت کردیم. این به من بسیار وای میتید، یعنی قوی بلند میتید. من باز حرکت میکنم که باز مخلصانم را زیادتر کنم، یعنی وسیع‌تر کنم و حرکت کردم که سرودی خوب رو انتخاب کنم، شعر خوب رو انتخاب کنم. وقتی که من آهنگ میبندم، در آهنگ بندیم من خیلی مشق میکنم، خیلی زحمت میکنم. در خانه با گیتار، با اکاردیون، در جویکور، در فورتپیانو زمزمه میکنم. این یک روز نیست، این یک ماه، 2 ماه، 3 ماه میرود. بعضی وقت بعضی سرودها 3 سال، 1 سال میروند. هر سرود به خودش خصلت خودش را دارد و با این خاطر حرکت میکنیم که باز در صحنه صورت و سیرت و همه این چیز باید، یعنی که با تماشابین دقت جلب باشد. بله. و من حرکت میکنم که شعر را انتخاب کنم و شعر در آهنگ من دلچسب باشد، یعنی که میگن که بعضیا میگن شعر در آهنگ از خواب رفته است، یعنی که بسیار راحت است و شنونده هم همین گونه این را قبول میکند. چگونه که شما قید کردید وقتی شنوندگان سرودهای شما رو میشنوند البته خوشحال میشن و ما باید یک چی رو بگویم که شما بیشتر سرودهای خوشحال کننده، شوخ رو میسرایید. من فکر میکنم زندگی اساسی از خوشی عبارت است. ما حرکت میکنیم که هر روز وقتی که از خانه میبریم حرکت میکنیم که خوشی باشد، خرسندی باشد، روزای خوش باشد. بله. نیت همه آدمیزاد همین است و من حرکت میکنم یک هنرمند، یعنی که با واسطه شعرها، با واسطه آهنگها، با واسطه سرودهای خودم دل مردم را خرسند کنم تا که روزگارشان خوش گذرد، روزشان خوش گذرد و نیت من همین است. تنها برای خوشحالی مردم. بله. خیلی خوب. شما بارها یعنی که در سخنرانی ها، در همین صحبت های خود یعنی که قید میکنید که اگر انسان خود را دوست ندارد، یگان کس آن را یعنی که دوست نمیدارد، قدر نمیکند. میگفتید شهرت، این اندیشه از کدام تجربه زندگی شما سرچشمه گرفته بود؟ بعد از کدام وقت فهمیدید که باید انسان سر اول خود را دوست دارد؟ این از زمان خردسالی وقتی که یعنی که عقل من دچار شدم و هر که آدم باید خودش را قدر کند. بله. و باید دیگران را قدر هم کرد و قدر خودت را باید بدانی و در این مسئله یک صحبت کلان پیش می‌آید، یعنی صحبت بزرگ. تصور کن که من خصلت دارم، شما خصلت دارید، وقت تمام آدمیزاد خصلت دارد و ما حرکت میکنیم که خصلت‌های یکدیگر رو پذیریم، نه اینکه من فرمان دهم که شما فقط خصلت ما رو پذیرید. بله. این نادرست است و حرکت میکنیم خصلت‌های یکدیگر رو درک کرده یکدیگر رو قدر کنیم و از همان لحظه خودت را که دوست می‌داری دیگران را هم دوست بدار. باید انسان البته خودپرست نباشد. چطور که میگم ایگویست. باز برمیگردیم اینجا اساس انسانیت، باید آدم از همه اول انسان باشد. وقتی که انسان هستی یعنی از همه چیز همه در بالا هستی. همین را هر روز یعنی که در زندگیت باید شعورت همین باشد، یعنی که انسانم و انسانا را باید قدر کرد و این بهترین سخن است. بعد وقتی که همین گونه در همه جا خودت را یعنی با مردم ملاقات، با صحبت‌های خوب، بله. مردم تو را به دل قبول میکند و همین گونه با همه معلوم میشد تو کیستی و باید که چگونه که سخن میکنی همین گونه باید در رفتارت هم باش. به اودا نمیگویند که عالم شدن آسان، آدم شدن مشکل. درست. همون جا یک جا قید کردن بزرگا میگن از مسلمانی تا انسانی چقدر راهی است. بله. این معنای بزرگ دارد. بله. اساس باید انسان باشیم. بیشتر هنرمندان برای که باز هم مشهورتر شوند، محبوبیت را به دست بیارند، رو میارند به بازخوانی. اندیشه شما در این باره چگونه است؟ فکر میکنم من به خودم یک نقشه گذاشتم. گفتم که زندگی یک بار است و نام‌های استادای بزرگان ماند. ما حرکت میکنیم زمینه گذاریم که در اطراف همونا یعنی که نام خودم را گذاریم. این در دست ما نیست. این بعد معلوم میشد نام کی میماند. بله. و اونهایی که بازخوانی میکنن اونم خوب است، لیکن من فکر میکنم حرکت کنن که سرودهای نو به نو پیدا کنن تا که نام خودشان را گذارن خوبتر میشود.
در حقیقت. هست که سرودای در زمان پیش ثبت شدن شرایط نبود آنقدر خوب صدا ندادن، لیکن در ذهن مردم شیش است که سرود نگینه را و سرود دولتمند خول، سرود قربان عبدالله، همه اینا خوشروی صدا دادند و امروز شرایط بسیار به درجه عالی که است. بود جوانان امروز و زمانوی، یعنی که سرودا را تمرین میکنن، ثبت میکنن، به درجه عالی میکنن، با امروزه جوانان اینها معقول میشوند. لیکن باید گفت هر روز که سرود است کی است و آهنگ کی است که تا که اون جوانان در بدونن. بودن که بزرگان ما چگونه آهنگای خوب رو ایجاد کردن و بهترین هنرمندان بودند. در ایجادیات شما هست همین گونه سرودهای؟ حالا من حرکت کنم که تا امروز حرکت میکنم که فقط یعنی که آهنگای خودم رو سرودهای پیش مؤلفیان برم. یکان یعنی که کاور نبود در ایجاد بله. شما و دویتون نیست خیلی هم کم است، مخصوصا در همین رپرتوار سرودهای شما کم به نظر می رسد، مخصوصا تنها با نگینه منقول و اگر خطا نکنم یک 10 سال 12 سال پیش درست زمانی بود که نگینه منقول و گفت من کنسرت خودم را برگزار میکردم در همون باربد و گفت یک سرود در کنسرت من میسرم، من یک سرود مخصوص برای خودم کردم، تایید کردم که بعد به نگینه روان کردم با واسطه واتساپ، گفت نه با هم میسراییم و من آهسته در یعنی خونه باز ایجادیات رو دیگرگونه کردم و روان کردم و کم کم گوش کرد، گفت خوب است خوب است. بعد گفت که دویم قسمت ندارد، دویم سرودای ما دو قسمت بشه، سه قسمت بشه. گفتم پیدا میکنم. بعد با استاد شاعر سردار رهدار تلفنی در تماس برآمدم، بعد گفت همین سرود رو با درگیل انتخاب کنید. من با نگینه در روان کردم، گفت تمام با ما معقول است و در کنسرت همین سرود زود صدا انتخاب داد کردن. و خیلی مخلصان رو به خود جمع کرد. واقعا هم از جانب شنوندگان خیلی خوب قبول شد. آنهایی که مرا نشناختند با واسطه یعنی همین سرود با واسطه نگینه باز مرا بسیارتر شناختند. اینم با من یک برد یعنی بود برای مشهور شدن، اینم یک سبب شد. بله. لیکن سرودی که شما رو بیشتر در بین مردم شهرت یار کرد این سرود تاجیکستان همه دنیای منی، همین طور نه؟ بله، سال 2007 در کاخ باربد 10 سالگی جشن وحدت بود و من سرود رو ایجاد کردم، 3 قسمت بود. وقتی که ثبت کردیم بودیم در کمیته انتظام رادیو و اون رژیسورها یعنی سرکارگردان اومدن گفتن که دویم قسمت رو ما فقط میگیریم تمام. من ناراحت شدم، گفتم استاد چخیر، گفتم دستی مرا از بدنم جدا میکنید وای خیلی نگاه کردم. خیر رفتم، من خیلی ناراحت شدم و فردا اومدن گفت تمام سرود شما 3 قسمت قبول است با پرگی و ولیکن دویم قسمت این سرود تاجیکستان همه دنیای من یکی است همین مشهور شد. و بیشتر در همه جا از شما خواهش میکردن که محض همین سرود رو بسرایید. بله، بعد همین سرود قطعی من تمامی دنیا سفر کردم، با جمهوری بلاروس رفتم، با جمهوری اسلامی ایران رفتم، با امریکا رفتم، با ترکیه رفتم، با بسیار جاها سفر کردم. همین سرود قطعی یعنی در برآمد کردم. در حقیقت این سرود بهترین معروفیتی بیشتر رو باشم و این معروفیت سرود بیشتر تاریخ رو مخصوصا با- تلویزیون ها رادیو دویمو صدا میداد، مخصوصا برنامه صبحگاهی تلویزیون تاجیکستان هر صبحگاه همین سرود صدا میداد تکرار به تکرار. یک چیز عجیب بود. اکنون سهر وقتی که بیدار میشم تلویزیون گریان میکنم، جوش در هفته سرود است، یا قسمت یکم یا دوم یا سوم. این عجیب بود برای من. از تلویزیون همیشه صدا میدادم این سرود. و این یک مدت کوتاه نبود، دراز بود. همین گونه سرودهایی که وقت‌های دراز از همه رادیو و تلویزیون ها صدا دادن خیلی کم است. طول چند سال قریبا؟ مثل با قول زمانوی ها ترند شد این سرود. بله، مثل همین سرودی که توبیش و جعفر جلال میسرایند، قسم همین گونه همینا را همون سالو در پیدا شدن یک جا. دویم در کنسرت ها هم ما همین سرود رو میسرودیم و یو قسم میسرودن همه وقت همین چی گونه. میشود یک 4 مصرعش رو زمزمه میکردیم؟ بله بله بینندگان. تاجیکستان همه دنیای منی، آشیانی دل شیدای منی. من تشنه برا بی چشم ساران تویم، تاجیکستان همه دنیای منی. مفتون نسیم ملک خطلان تویم، تاجیکستان همه دنیای منی. این یک نفسم به تو در این عالم چیست، تاجیکستان همه دنیای منی. قربان بدخشان و زرفشان تویم،
تاجیکستان همه دنیای منی. خیلی خوب دوستان عزیز، باید باز اینجا یک ترانه دیگر میشنویم در اجرای شهرت سینکوف. یادآور میشیم که همراهی نوازندگان و باز یک ترانه خوب رو برای ما و شما اجرا میکنم. با یادی دیدن رویم دلم گم میزند گل، با یادی سرو دلجویم دلم گم میزند گل، با یادی سرو دلجویم دلم گم میزند گل، با یادی بوسه های تو که آن طبعی شکر دارد، با یادی بوسه های تو که آن طبعی شکر دارد، با یادی عطر گسویم دلم گم میزند گل، با یادی عطر گسویم دلم گم میزند گل. شکر آهن مثالی تو نمیبینم، شکر ارفو شکر آهن مثالی تو نمیبینم، با یادی حرفی نکویم دلم گل میزند گل، سمایم اختر استانبول و پیشی دیده های دور، و یادی چشم جادویت دلم گم میزند گل، و یادی چشم جادویت دلم گم میزند گل، و یادی دیدن رویت دلم گم میزند گل، و یادی سرو دلجویم دلم گم میزند گل، و یادی سرو دلجویم دلم گم میزند گل، و یادی بوسه های تو که آن طبعی شکر دارد، و یادی بوسه های تو که آن طبعی شکر دارد، و یادی عطر گسویم دلم گم میزند گل، و یادی عطر گسویم دلم گم میزند گل، و یادی عطر گسویم دلم گم میزند گل، دلم گم میزند گل، دلم گم میزند گل. بار دیگر شما رو بخیر و شادی میگویم تماشاگران عزیز. یادآور میشویم که برنامه شباهنگ از این لحظه تقدیم از تلویزیون تاجیکستان و امروز در مهمانی برنامه ما حضور دارند هنرمندی محبوب و شناخته شهرت سینکوف. شهرت، شما در برابر اونی که در انسمبل دولتی فلکی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت میکنید، همچنین راهبر گروه روشندلان روشن هستید. میخواستیم بفهمیم که این گروه کی تأسیس یافت و نام این گروه رو چگونه انتخاب کردید؟ هنگامی که سال 1998 دانشگاه آموزگاری فاکولته موسیقی و سرود رو ختم نمودم و من علاقه یعنی که از دانشگاه تمام شد، من گفتم من باید کاری کنم، باید در جمعیت با مردم دوی باشم، من باید هنرم رو نشان بدم و اگر من یک آموزگار می‌استودم در یک جا فقط مرا میشناختند. بعد حرکت کردم که گروه روشندلان روشن را تشکیل کردم. سال 1999 بود و یک سال با 3 بار 4 بار کنسرت تشکیل میکردیم در تالارها و همین گونه کنسرتامون زیاد به زیاد شد و یعنی که
حتی در کنسرت های دولتی حلقه ما را دعوت کردن، چون که وقت ما نمایان نبودیم و بعدا سرودمون که معقول شد دعوت ما کردن، هنر مناسب قبول شد و سال 2007 علاقه اولین مرتبه در جشن نوروز باغ دوستی کنسرت دولتی من برآمد کردم و سرود من یعنی که از طرف مهمانان، از طرف مهمانای اول قدر مخصوص پیشوای ملت اشتراک کردند و خیلی خوب قبول کردند و اولین بار وقتی که ما قرصکو برای ما شدند باور کنید من با درجهش خرسند شدم. در همون لحظه من اشک شادی ریختم، یعنی که من از وقت مبارزه می‌بردم که کی من به این روزها برسم، کی، لیکن این دشوار بود حالا که هیچ کس ما را نشناخت و همون روز یعنی که من خرسندترین شخص خودم را حس کردم که من الکی در میدان کلان در کنسرت دولتی برآمد میکنم و بسیار خوب شد و ما کمک یعنی که وای خودمون علیش کردیم، اما سبک خودمون رو کمک علیش کردیم، چون که در کنسرت های دولتی با اسبابای ملی دیگه از ما طلب شد، نگی غیژک، نای، رباب، دف، دویره و روزی شد که شادروان استاد دولتمند خول با رهبر انسان فلک امروزه ناصر سفر ما را دعوت کردم با انسان فلک و من گفتم خیلی 3 نفر ما را اگر قبول کنید ما میبیاییم. او 3 نفر ما در هر جا کار میکردن، ما 3 نفر بیکارتر بودیم، بعد هر 3 نفر ما را قبول کردن، من قبول کردن، 2 نفر که به من دویره و ستار نواز و همین گونه ما در انسان فلک با کار شروع کردیم و دیگر یعنی در تمام کنسرت دولتی ما برآمد کرده بودیم و تا امروز ما فعالانه در همه کنسرت دولتی برآمد میکنیم. دیگر همچون یعنی که هنرمند انسان فلک اعلان میشه در کنسرت ها و گروه روشندلان روشن هم تا حاضر یعنی هست و بیرون از یعنی کنسرت ها یعنی کنسرت دولتی ما در تمام منطقه سفر میکنیم، کنسرت خود ما را بگذار میگردونیم. بحری مخلصان همیشه خوشی و خرسندی می‌بینیم. یعنی امسال 27 سال شد گروه شما. بله. این البته یک موفقیت خیلی هم کلان است. ما حتی 20 سالگی رو در فیلارمون دولتی قید کرده بودیم، 20 سالگی گروه را. برنامه کنسرتی برگزار کرده بود. در این قدر سال ما بسیار سرودار رو ایجاد کردیم، ولی باز حرکت میکنیم خیلی باز این قدر دیگه وقت در کار است، یعنی که گروه سرجم کرده تمرین کرده شد در 30 سالگی برای مخلصان، یعنی 30 سالگی نزدیک شده است. 3 سال بعد یک گروه رو جمع کردن و این بسیار نازک است، این رو قبلا بسیار اتفاق بودن و اینا رو نگاهبین کردن دشوار است. در حقیقت حتما سیاست نازک رو استفاده میبره که مردم رو از دست ندهند. 100%. خوش شورا در دوام 30 سالی فعالیت کاری شما چند سرود دارید مخصوصا در همین رپرتوار شما تقریبا؟ دیگر چند بارم خیلی سوال شد، من حساب نکردم، چون که ما جشن های بسیاری داریم. شروع میکنیم از روز مادران، وقتی که سر میشود ما برای جشن روز مادر ایجاد میکنیم. بعدا جشن نوروز با تانتانا که وقتی جشن میگیریم حتما برای نوروز هر سال من ایجاد میکنم و بعدا جشن وحدت میشود ما ایجاد میکنیم. بعدا ما انتظار است روزی بزرگترین روز استقلال برای ما بسیار ضرور است که نه امروز ما در زمان استقلال زندگی میکنیم، خوشبختترین انسان ها هستیم ما و همیشه سرود نوبانه ایجاد میکنم. بعدا میشود 10 اکتبر همیشه جشن فلک رو قید میکنیم، ما حتما ایجاد میکنیم و بعدا مال سال نو میلادی هر سال انتظار ماه دکبر رو من با سال نو میلادی میبخشم 2 سرود، یعنی که 2 سرود آرام طبیعت ایجاد میکنم. خیلی گوته کل لیریکی، یعنی که سرودهایی که خیلی عشقی و همین گونه ایجاد میکنم. هر سال هم میخیلی یعنی که ریپرتوار من خرافته استود است. دیگر حساب نکردم چند سرود است. وقت دیگر نیست. وقت پیدا کنیم با هم حساب. یعنی شما کوشش میکنید که بخشیده به هر یک جشن یک سرود نو ایجاد کنید. بهترین. نرگس میدونی برای بسیاری بینندگان دویمو عجیب است، مخصوصا پس کادر زندگی، مخصوصا حیات شخصی سرایندگان، یعنی که چگونه آنها سپری میکنند، یعنی که چند فرزند دارند، ماشین دارند، ندارند، همه چیزا رو بسیار یعنی که میپسندند. برای بیشتری بینندگان مخلصان میدونی چی عجیب است؟ شهرت سینکوف چند ساله است؟ زیرا از اولی که شما روی صحنه هستید
چهره شما تماما تغییر نیافته است. فکر کنم مثل همون 10 سال پیش چگونه بودن هم خیلی ماندن. بله. پیش سری جوانی شما در چیست؟ پیش این رو پنهان کردن ممکن بود و امروز در سایت های یعنی فیسبوک با همگان معلوم است دروغ نیست کو فیک نیست، یعنی که چیز هست همون است، با همگان معلوم است. کسانی با درکاس اونجا میکوبن میوبن بله. و سر و روستی گپ من نمیدونم، شاید روزهای ما خوش میگذرد و زندگی رو بسیار دوست می‌داریم و من بسیار از همه سرودای خودم رو دوست می‌دارم. وقتی که من در ایجادیات می‌درایم، من در عشق، در این محبت یعنی آهنگ یعنی جستجو دارم و هر لحظه در فکر آهنگ هستم، در فکر ایجادیات هستم، حرکت میکنم که خوشی را در آهنگ یعنی که کار میکنیم که در درون آهنگم خرسندی برآید، یعنی که مردم چگونه گوش کند که یعنی که در تصورشون خرسندی فقط برآید. بله. و همین گونه و نمیدونم با میگن چرا استعمال میکنی، خیلی من پنهان میکنم شیر رو با اصل بسیارتر استعمال میکنم، چون که من به خاطر آواز و استعمال میکنم و به خاطر سلامتی. نمیدونم اون طرف عمل ما را نگاه میداشته است که چیز نمیدونم. فکر میکنم این سخن را، این سوال را همه با شما میدهند. بله بله. و یک چیز دیگر عجیب است که مخصوصا شهرت سینکوف در سن 34 سالگی اویله‌دار شده بود. بله. چرا محض همین دوره زندگی رو برای بنیاد اویله خود انتخاب کرده بود؟ او میدونه شهرت در منطقه بدخشان همگی یعنی که دیر اویله برپا میکنن، هم جنسی مردانه هم جنسی زنانه. من یک جو خیلی کردم گفتم اروپیسک استاندارد. استاندارد اروپایی، یعنی که وقتی که شخص به خودش ولو در زندگیش یعنی روی زندگی را نیافته است، ریسک روزی را پیدا نکند و چگونه با زن میگیرد که اویله دار شود که باز اون زندگیش اکنون دشوارتر است. وقتی که من با خودم نقشه گذاشتم من باید همین هنرم رو یعنی که با جوده هنر یعنی که باید به نقطه های برسم که خیلی این نیت بود در تاجیکستان ما را بشناسند. اگر 1 میلیونی اقلا 500,000 اقلا هم خیلی نیت کردیم و حرکت کردیم که به این نقطه رسیدیم. چنانه که اونجا گفتم که وقتی که من در کنسرت دولتی علاقه دعوت شدم و همون روز خوشی که از پیش اومد، بعد همون من علاقه 2007 اویله دار شدم. بعد از یعنی که من قوا گرفتم، من دلپوری پیدا کردم که اکنون من میتونم اویله دار شوم. نمیدونم این فکر میکنم همش از نیت است، از نیت نیک بودن است، از زحمت های زیاد، از زحمت است. لیکن من همیشه زحمت میکشم، همیشه در زیر مهنت هستم، همیشه راحت نمیکنم، فقط مهنت میکنم. راحت من در چی میکنم؟ وقتی که سرود خوب را ایجاد میکنم، سرودی من وقتی که در تالار میبرم شنونده قبول میکند و قرصک میزند، همونجا درک میکنی که یعنی که سرود خوب ایجاد کردم، سرودم علاقه به شنونده گذاشت، باز خوشحال میشم. همین زحمت و همین مهر و محبت، همین محبوبیت، همچنین همین مهر و محبت مخلصان او را باز هم جوانتر میکند. ما در اصلا فلک یعنی گروه داریم در واتساپ. بعد وقتی که عبادت رجب و متخصص به کار است اعلان میکند که 2 روز دم گیره کار نیست، دیگرها خرسند میشه قرصک را میکنن. من یک چیز غمگینی را میکنم چرا کار نیست؟ ما در خانه چیکار میکنیم؟ گفتم بعضی میگن نه دم میگیریم. ما حیران گفتم در خانه چی کار میکنیم؟ خیلی در دهات باشد مردم با زمین و هر چیز یعنی که مشغول میشه، لیکن در شهر نمیدونی در خانه چیکار میکنی. خیلی در خانه زمزمه میکنی، ایجاد میکنی، لیکن جای کار جمعیت است، اونجا همه هنرمندا جمع میشوند. وقتی که ما با هم صحبت میکنیم از دیگر خیلی از همدیگر قوای بسیاری میگیریم، الهام میگیره، ایدئوی نو پیدا میشه. آبرویم اعتبارم مادرم، شانستونی روزگارم مادرم، کوكبی بخت ای جهان آرای من،
مادرم مادر مادرم مادر مادرم مادر مادرم مادر مادرم شورا شما این یول صاحب دو فرزند هستید. بله. یک دختر و یک پسر. فرزندان با چیکارها بند هستند؟ خیلی دخترم امسال یعنی که مکتب میانه را خط نمودن علاقه به دانشگاه حجتاشون میسپارند و پسر ما مثل من فوتبال را بسیار دوست می‌دارد. برای اگر فوتبال همون روز باشه ساعت 5 علاقه بیدار است. 5 صبح. 5 صبح حرکت بیدار است، بسیار دوست می‌دارد و دختر من در زمان خردسالی فقط رسم‌کشی را دوست می‌داشتند و حاضر خیلی فقط تکیه به دانش و علم کرده است. خیلی هم خوب. یعنی که در آینده آنها نمیخواهند به مثل شما صنعتکار شوند؟ در اینجا من با چندین کسا جواب دادم اینجا یعنی که من ضد هیچ چیز نیستم، اول معین نیست که چی می شود. کی چی میشود؟ انتخاب از خود آنها وابسته است. بیایید زندگی کنیم بهترش و میبینیم. میبینیم در آینده چی میشود. خیلی خوب. دوستان عزیز اینجا یک بخش داریم برای شما. این حال در اکران کلمه ها پیدا میشود. هر کلمه رو که میبینید زود باید شما در وصف آن سرود است یا اینکه شعر قرائت کنید. آماده؟ کلمه ای که برای شما نه چندان شاید نمیدونید در وصف شعر یا اینکه سرود میگوید که گذرانید. شروع میکنیم. مرحمت. زردالو. زردالوی رنگ غوردار هم خیلی میگن دومش نمیدونم. یک سرود است. میگذرانید. نگاه. نگاهی تو به خدا میکشد ما را. بله هست چنین سرود. ادیبه فقط میدونم که ادیبه شاعره. ادامه میدیم. دوستان جلوه شب را به شما میبخشیم. زندگی. عمر آدمی چنین است، شادی و غوسه قرین است، زندگی عجب شیرین است. بهتره. قلم. قلمی غزل سرایم به لبم سلام ای دوست. تاجیکستانی منی ای وطنم، مادری جانی منی ای وطنم. با انجام رسید. احسن میگن شما. ممنون میشم. بسیار سرودها مخصوصا از سرودهای خودتان اجرا بله کردید. بله. یک سرود دیگر نیز دارد که از جانب شنوندگان خیلی خوب قبول شده است. چی میپرسی جوانی چیست؟ چگونه این سرود تولید شد؟ شادروان استاد مرزا فضلی شاعر کتابش رو به من توفیق کرده بودن و از کتابش بسیار سرودهای خوب رو انتخاب کردم. چی میپرسی جوانی چیست؟ ادا در جوانی کن، لبی جوی و لبی یاره، بلب ساغر جوانی کن. بعد میگه بره ورزاب و انزاب و نظر کن، جانبی رامید شود امکان اگر در عقبه شرشر جوانی کن. اون زمان امی جاها نو آباد شده بودند و مخصوص برای جوانان ایجاد کردی راحت کنید در زمان جایی که تماشا کنید اونجاها رو ببینید. و باز استاد مرزا فضلی سرودی که از کتابش گرفتم، ما را به چشمی کم مبین. ای شوخ چشمی نازنین. بسیار مخلص خودش را پیدا کرد. ای شوخ چشمی نازنین، ما را به چشمی کم مبین، مژگان سیاهی محجبین، ما را به چشمی کم مبین. مخصوصا همین عباره ما را با چشم کم مبین در همه جا مود شده بود. بله. اگر اون نفر کاری را نمیتوانست یا اینکه از او باوری نمیکردند بعد میگفت که
ما رو با چشم کم ما رو با چشم کم مبین. بله. از او داشت میبرایم. خیلی خوب، بیاید یک سوال آخرین رو برای شما پیشنهاد میکنیم. ارزشمندترین تحفه‌ای که در زندگی گرفتید چی بود و از کی؟ و شما خودتون کدام تحفه رو با محبت زیاد به کسی هدیه کرده بودید؟ با کی و چی بود؟ ارزشمندترین تحفه من فکر میکنم همین هنری که به من این رو من بسیار ارزشمند است برای من و اون چیزی که یعنی که من بخشیدم وقتی که من هنرمند شدم و زندگی رو همش به ذمه گرفتم و پدر و مادرم رو وقتی که من خرسند کردم توفای بهترین من همین است. بهترین واقعا هم افتخاری پدر و مادر بودن این خود یک تحفه بهترین است. آرزوی هر یک پدر است، آرزوی هر یک مادر است که فرزندش صاحب مقام، صاحب احترام بگردد در جامعه، نامبرداری آنها باشد. من فکر میکنم که با همین مقصد، با همین آرزو والدین شما با شما نام شهرت را گذاشتند و شما کوشش کردید که با زحمت‌های زیاد، با مهر و محبت زیاد به هنر خود سزاوار این نام بگردید. تشکر می‌کنم با شما برای صحبت خیلی هم پرمحتوا. بار خوش آمدید به برنامه شب آهنگ. ما با شما موفقیت‌های نو به نو رو تمنا داریم در ایجادیاتتان. شما رو با سرودهای نو به نو انتظار هستیم. سلامت باشید. چه گفتنی دارید در فرجام برنامه؟ من همیشه گزینه آن را دارم که همیشه دعا میکنم در خاندان هر یک فرد تاجیک آبادی، آرامی و صلح باشد و برکت پایدار گردد. سپاس میگویم برای شما وقتی خود را جدا کردید. مقصد در همین هوای گرمی تابستان آمدید امروز با برنامه شب آهنگ. شامتان بارگر بخیر باشد. بینندگان عزیز، سالی چند لحظه بود پیشنهاد شما برنامه شب آهنگ. با شما بودم من مصرف امانشاه و همکارم نرگس عبدالرحمن. تا برنامه‌های دیگر خیر. شده